برادر عزیز سوال کرده. سلام علیکم داملای محترم. درباره کینه چیزی می گفتید؟ زیرا مادر من با زن عمکم سالهاست قهری اند. من به مادرم می گویم کینه گرفتن گناهی بزرگ است. می گوید بگذار در قیامت عذاب کشم، اما با آنها گپ نمی زنم. من می گویم اقلا من با آنها گپ زنم. می گوید اگر گپ زنی دیگر فرزند من نیستی. من چیکار کنم؟ التماس جواب گویید. اکنون برادر عزیز، در این صورت مادر شما ناحق است. البته این سخنهایی که وی می گوید که بگذار در آخرت عذاب کشم، این سخنها گفتنش خیلی گناه بزرگ است، یعنی خیلی گناهی نابخشیدنی هستند. البته زنها از یک جانب عقل کوتاه دارند، از جانب دیگر یعنی اخسی و یکروی دارند. به این خاطر در این حالت شما برادر عزیز مادرتون اطاعت نکنه، مادر را گوش نکنه، شما حرکت کنید صله رحم داشته باشه. و زن عمکتون باشه یا اینکه به عمکتون باشه، به اونها شما رفت و آمد کنید، حرکت کنید که بین این دو شخصیت یعنی صلح اندازه، حرکت کنید که بین این دو شخصیت آشتیگی اندازه. شما هم مقصد پس مادرتون در گناه و معصیت نروید، چون که پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم من لا یرحم الناس لا یرحمه الله. هر انسانی که به مردم رحم نکرد الله به او رحم نمیکنه. یعنی وقتی هر انسانی که همدیگر را نبخشید و رحم به یک خلق خدا نکرد، پروردگارم گناه او را نمیبخشه. حتی در روایت دیگر هست که این حدیث مسلم است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم هر روز دوشنبه و پنجشنبه خداوند گناه تمام مؤمن ها و مسلمان هایی که به او شریک نآوردند، یعنی کافر نشدند، گناه اونها را میبخشیده است، مگر نمیبخشه گناه دو گروه مردم، گناه یک گروه مردم، انسان هایی که به همدیگر قهری هستند، دو برادر به همدیگر قهری هستند، گناه اونها را نمیبخشیده است. خداوند میفته اینها را بگذارش و ترکش کنه تا اینکه به همدیگر صلح کنند. تا اون لحظه که به همدیگر یعنی صلح نکنن، همدیگر را نبخشن، خداوند گناه های اینها را نمیبخشیده است. حلال نیست برای شخصیت مسلمان که از 3 روز زیاد به یک برادرش، به یک خواهرش، به یک خویش نزدیکش قهری است. کسی که از 3 روز زیاد قهری استاد، جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم اگر او وفات کرد او داخل دوزخ میشه. به همین خاطر برادر عزیز شما حرکت کنه، به زن عمکتون باشه، به عمکتون باشه، رفت و آمد کنه. در این صورت مادر شما ناحق است. پیغمبر بزرگوار گفتن لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. در نافرمان برداری و گناه کردن پروردگار هیچ کس باید اطاعت نکنی، نه پدرت نه مادرت. اینجا یعنی چی رفته ساده است؟ نافرمان برداری و معصیت، گناه رفته ساده است. در این صورت شما برادر عزیز مادرتون اطاعت نکنی، حرکت کنی همراهی یعنی زن عمکتون و عمکتون رفت و آمد داشته باشه.